در حیات ما فراموش نشونده. زیرا این لحظه ها برادر عزیز به خدا من خودم به نهایت خوش و خرسندم که شاید اگر در همون وطن من که میشیدم شاید این خیلی محفل گرم خوب و زیبا را ممکن بود که در نمیافتم. گمانم همین است اگر چند انشاءالله برادرها بسیار تکلیف میکنند معرکه ها میکنند مقصد ولی این خیلی زیباش شاید من در نمیافتم. و باز دیگرش این که اینجا در بازگویم نظر به آنها احتیاج کرد که اینجا در برای شما باز از وطنها دور ایخانها دور با برای یک دلتیی شما بگیم یا برای یک سلامی که با شما میکنیم با خیلی در شما یک محبت و اخلاص به سوی خدا و رسول بیشتر می شود. انشاءالله گمانی من همینه که اینجا این شبی هست که خدا خواهد در حیات ما و شما برای ما و شما فراموش نشونده باقی میماند. من میخواستم برادر عزیز یک حدیثی از پیغمبر خدا به خاطر خدا بیان کنم و از پروردگار درخواست او را کنیم که الله ما را پایبند این حدیث بگرداند. برادر عزیز خیلی اکنون با دقت باشید. خب در حالتهای صحبت همون همون تلفن هاتون آوازوش را بگیرید. ما که لحظه زیاد وقت کنه نمیگیرم. خب عن عیاض ابن حمار رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل الجنة ثلاثة. برادرای عزیز حبیب خدا فرمود سه گروه بیشک اهل جنت هست. در جنتی بودن همین سه گروه برادرای عزیز میگه یگان شک وجود نداره یقینا اهل جنت هست. ذو سلطان مقسط موفق و رجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربا و مسلم عفیف متعفف ذو عیال. رواه مسلم. جناب امام مسلم در صحیح خود این حدیث آورد از عیاض ابن حمار که پیامبر نازنین ما گفته است که بیشک سه گروه آدم اهل جنت هست. برادرای عزیز از خدای مهربان ان شاء الله گمانم همینه که شاید ما در یکی از اینها باشیم. همه ما شما شاید در یکی از این اگر نباشیم شما کوشش کنین سعی کنین از خدا طلب کنین دعا کنین که تا در یکی از اینها شما داخل باشید. یکم ذو سلطان مقسط موفق. یکم کدام پادشاهی که دو چیز داشته باشد یکی عدل یکی توفیق. پادشاه ها اگر توفیق داشته باشند و عدل داشته باشند بیشک اهل جنت هست. اگر از این دو محروم باشه برادر عزیز قرآن حتی در شأن ویم ابو لهب میگفت ما اغنى عنه ماله و ما کسب. ابو لهب میگه مالی بسیار داشت و بسیار منصب عالی داشت ولی اینها دستگیرش نشیدند. یکم حبیب خدا اینه گفت. دویم رجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربا و مسلم. دویم برادر عزیز ما از ادایش ببراییم هر کسی که در دلش نسبت هم نزدیکان خودش مثال نزدیکان خودش مقصد خواهرای خودشند عکه‌های خودشند برادرای خودشند خب عائله‌های خودشند فرزندکای خودشند با آنها و با جمیع برادرای دیگر مسلمان بسیار مهربان باشند.
ترحم داشته باشد. برادر عزیز، ترحم داشته باشد، مهربان باشد، در دلش نسبت دیگر کسها غمخواری داشته باشد. افسوس برادر عزیز، از همین چیز ما کمی بیش با مسافت گذاشتیم، دور شدیم. مهر و محبت ما نسبت یکدیگر ما کم شده. روزهای دوشنبه و پنجشنبه پیامبر نازنین ما شما روزه میگیرید. دوشنبه و پنجشنبه وقتی حضرت پرسیدن برای چی که روز دوشنبه روزه میگیرید؟ گفت روزی است که ولدت فیه و بعثت فیه. من در این روز دوشنبه هم تولد شدم و هم در روز دوشنبه مبعوث به پیغمبری شدم. ببینید، روز پنجشنبه روزی یک هفته اینه اعمال ما پیشکش خداوند می شود، رد می شود عمل هامان یا قبول می شود، خدا خودش بداند. و پیامبر گرامی گفت که در دوشنبه و پنجشنبه این روزهای بود است که اعمالهای چند روزه ما پیش خدا می رفته است، برای قبول و ردش. دوست می دارم این که روزدار باشم گفت. پس ببینید خداوند میگه وقتی اعمال ما را می دیده است، اعمال آدمانی که در دنیا با برادرای مسلمانشون قهری بوده است، آنها را میگه پس میگرداند تا زمانی که اینها آشتی نکنند اعمالشون پیش ما نیارید. ببینید اعمال انسان هایی که در دنیا با یکدیگر ملالند، خواه نزدیکاتون نیست، برادرای مسلمانتون، وقتی شما با یکدیگر ملال باشید، خداوند میگوید است تا زمانی که اینها آشتی نمیکنند، یکدیگر را نمیفهمند، با یکدیگر همون مراسای پیشینشون را برقرار نمیکنند، کردارهاشون را نزد پروردگار بردن نمیشنوند. حتی من در حدیث ابو داود خواندم و خدا قسم که پیامبر گفته است من هاجر اخاه فوق ثلاث. ببینید کسی که اگر با یک برادر مسلمانش از 3 روز زیاد کینش، عداوتش، قهرگیش باقی ماند، فمات، یکی خدا جانش در این حالت بگیره، دخل النار، او اهل جهنم میگه پیغمبر. برای چی؟ برای آنکه او با برادر مسلمان خودش ملال بوده است، با برادر مسلمان خودش دشمن بوده است. برادرای عزیز، ولی من به نام خدا خودم گاه وقت بین برادر عزیز خواب که بچه مایلش خیلی منشونی چی گفیدیم گفتم فروشم کیایمو بچه التماس یک لحظه. سفیان ثوری را گپ میزنند، همین هم صاحب مذهب بود، در زمانهای حضرت امام ابو حنیفه حیات بود. میگن وقتی طبیب آوردن با پیشش برای معاینه کردنش بیمار شد. میگه وقتی که طبیب آمد دید پیشابش خون بود. میگه وقتی میگه پرسیدنش میگه همین دردی که در سفیان ثوری بود، میگه والله طبیب میگه به مردم گفت که همین از غم برادرای مسلمان میشه. یعنی هر یک غمی را میدید، هر یک دقتی را در مردم میدید، او بسیار بسیار مقصد در خودش همون سوختگی و در خودش همون مشکلات احساس میکرد. اونها در حیات همین خیل بودن. یا شما بینید که وقتی امیر حمزه را به شهادت رسانیدن، شما میدونید که امیر حمزه را وقتی به شهادت رسانیدن، او را بدبینهاش شکمش چاک کردن، جگرش بیرون کردن، بینیش بریده بودن، گوشهاش بریده بودن، چشمهاش کوفته بودن. بعدا وقتی با پیامبر آمدن گپ زدن، پیامبر بسیار ناراحت شد، جسد وقتی دید نگاه کرد که صفیه خواهر امیر حمزه برای مقصد امیر حمزه میآید. بعدا پیامبر امر کرد که پیش راهش بگیرین تا برادرش در این خیل حالت دیدند شاید خیلی مقصد یگان دهشت فراش بگیرد. وقتی پیش راهش گرفتن گفتن همین خیل حالت های، گفت من از همش آگاهی دارم،
و میخوام برادرم زیارت کنم. وقتی میگه صفیه به پیش برادرش آمد، امیر حمزه را میگه در همین خیلی حالتی خیلی سخت دید، پیامبرم همونجا بود میگه. بعدا میگه 2 کفن با خود آورده بود. اکو جسدی میگه امیر حمزه بسیار جسدی گویم جوسه کلانی داشت. وقتی میگه کفن پرت افتن و محکمش کردن، پهلوش را نگاه کردن که حضرت سهیل انصاری هم شهید شدگیه. پیامبر گرامی گفت که هیچ وقت گفت مقصد این نیک نمی آید که برادر ما امیر حمزه 2 کفن داشته باشه و سهیل برادر ما که کسی ندارد مقصد 1 کفن هم نداشته باشه. در او گرفت میگه 1 کفن از امیر حمزه را قسمی پایانی امیر حمزه را میگه کفن کردن، بالاش میگه با طریق همون علف ها قطعی محکم کردن، ولی 1 کفن او را میگه گرفت در سهیل انصاری گذاشت. برادری را ببینیم، برادر حرمت را ببینیم. پیامبر گرامی میتونست که او حق او امیر حمزه بود و او در مرتبه و مقام از اونها بالاتر بود، ولی هیچ وقت نگذاشت که اینش با 2 کفن اینش بی کفن رود. این خیلی محبت ها بود. یا ابو مسلم خولانی را حکایه میکنن، میگه وقتی که می توده مردم هم میدید میگه به همون طرف نمیگذشت. میگفتن چرا نمیگذری؟ میگه راستی بار یک آدمی هستم که در چشم مردم نمیتابم، یکی مبادای گذرم سلام بتم سلام علیک نگردانن سبب گناهگاری همونها میشم، بگذار در همین جا میستم و به هم طرف نمیگذرم که تا که سببی گناهگار شیدن اونها من نشوم. هر کسی برادر عزیز نسبت یک برادر مسلمانی خود رحم داره، پشتیبانی داره، دستگیری میکنه، خوش به حالش که پیامبر گرامی میگه بیشک اهل جنت است. خدا رحمت کرد ابو سعید ابوالخیر میگفت شاهی طلبی برو گدای همه باش. شاهی طلبی برو گدای همه باش، بیگانه زیخیش و آشنای همه باش. خواهی که تو را چو تاج بر سر میهن، دستی همه گیر و خاک پای همه باش. اگر شما بخواهید که حرمت داشته باشید، احترام داشته باشید، همچو تاج در بالای سر مردم باشید، ببینید دستی همه گیر و خاک پای همه باش. اینجا در خدا برای شما حرمت میده، خدا برای شما خیر میاره. وقتی شما برادرای مسلمان اختانه دستگیری میکنید، پشتیبانی میکنید، غم اونها غم شما میشود. سیوم حضرت چی گفتن؟ عفیفون متعففون ذو عیال. سیوم کسی که اهل جنت برادر عزیز، یک آدمی هست که عیال داره، صاحب عیال، فرزند داره، ولی هیچ وقت دستی طمع نداره، مربطه نمیگه. اخه بیرون دگم نمیزنیم خلق بشود. ببینید طمع نداره برادر عزیز، نه طمع نیست. همین بیرون دگم میزنیم خوب میشید. برای بسیار برادر عزیز اینم خیلی فعلی زیشته، خیلی فعلی درشته که وقتی که ما حتی پیامبر نازنین ما ربی میگه دوست میدارم، این که داست میگیرم، بند میگیرم، میرم به کوه، هیزم میدارم، آمده مثال همون را میفروشم، 1 تنگش در ذخیره مقصد بگیم خانوادم و 1 تنگه دیگرش مواد خوراک ما میخورم، لیکن پیش کسی دستی طمع دراز نمیکنم. در صحیح بخاری میگذارد که کان زکریا علیه السلام نجارا. حضرت زکریا علیه السلام استا بود. خلاص مقصد اینه برادرای عزیز که ماها باید هیچ وقت دستی طمع نداشته باشیم، یعنی پیش هیچ کس، پیش مرد و نامرد باید گردن پس نکنیم. خدا ما را مثال بگیم اینوالید ما نکرده که خب به خاطر نارسایی اعضامان ما از کسی دست دراز کنیم. وقتی خداوند ما را جوانمرد کرده، وقتی خدا به ما و شما تن صحت داده، از منت دیگران را کشیدن و
خب خودتا بیننگ بیناموس کردن در همون سر پس کرده و مینه تو مثال زحمت بکش نیم تیکنون بیاود لیکن اون را مردانه بخورد. این بود برادر عزیز حدیثی که سه طایفه را حبیب خدا بیشک اهل جنت میگه. خدای مهربان کنی همه ما و شما را صحت رو بید، عاقبت‌های ما و شما را بخیر و الله مهربان بازم این شب مبارک برای شما خیر و نیکی بیاره و الله مهربان خواهان او هستیم که از طفیل این ماه مبارک از طفیل این شب قدرش خداوند در کارهای شما برای کشایش ده و رزقهای شما را فراخ و زیاد گردانه و با صحت و سلامت به دستای پر به وطنتون و به نزد زن و فرزندتون و به نزد خانواده هاتون الله شما دی عجبو شما دی همه بیرون Agar стараться, кому успевать.
خس خس وكليت من الرامرة وخس ها؟ Como boşi? خیلی بچه ها خداوند بازم ایمانو کنه اسم استاد بچه اسم استاد راهوی کنی هم زانی کمی راهوی کنی Aşağı. Da uca bir. O da pun frizura. Hoje kaç ediyorsun diye frizura. Bir de pun bir frizura rahu kini diyor. Allah koruyor. Ne Hazret Bey? Osman'a şey çoğuytayı. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناظرین بچه خوبین؟ شما ده حضرت. سلام علیکم. Koruk şu an. Süper Mekan'a girin o kanalda.